سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم به بازار چهارشنبه در شهر زیبای بندر کیاشر. بندر کیاشر جزئی از شهرستان آستانه اشرفی هستش. در فاصله 17 کیلومتری از شهر آستانه و 50 کیلومتری از شهر رشت قرار داره. چند روز پیش ولاگ مربوط به گردش در شهر کیاشر و پل چوبی رو در کانال قرار دادیم که لینک مربوط به اون رو در قسمت توضیحات براتون میذاریم. بازار چهارشنبه های کیاشر در نزدیکی دادگستری از صبح تا غروب برگزار میشه و محلی برای عرضه محصولات کشاورزی محلی، صنایع دستی هستش. همیشه گردش و خرید در بازارهای محلی گیلان جذاب هستش. پیشنهاد میکنیم در صورت سفر به استان این بازارها رو از دست ندید. در ضمن اگه به این بازارها علاقه دارید، در پلیلیست مربوط به بازارهای محلی ولاگ بسیاری از این بازارها رو قرار دادیم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. یا سوشی خود خالی هم این نظر خیلی خوشمزه میشه. همه ما هم پیش ما بلبل شیرین اومدم. آقا داره فیلم برداری میکنه. بفرمایید چایی دبش. زنده باش.
No, era sempre kunum aya hande abina khomra yanna. Ana ilana Eh, ona pusadiya. Ki? Ona pusadiya. ona to no. نه داداش Kurma bıdıra koydu, kurma bıdıra. Gönder baba. Ama görmüyor ya.
Sağ ol.